برگزاری نخستین دور مسابقات سنوکر در بدخشان. این مسابقات به هدف شناسایی چهره‌های برتر به تیم منتخب سنوکر این ولایت میان 30 تن از بازیکنان این ورزش به مدت 4 روز در شهر فیض‌آباد مرکزی ولایت بدخشان راه اندازی گردید. مسئولان آمریت تربیتی بدنی و ورزش بدخشان میگویند بعد از ختم مسابقات سنوکر این ولایت برندگان میتوانند در رقابت‌ها میان ولایات همجوار اشتراک نمایند. اداره ورزش همیشه از ورزش حمایت کرده. ما در هر بخشی که باشه ورزش وقتا بهتر معلوم است که رهبری کننده تمام ورزش است در ولایت بدخشان. ما همیشه در هر رشته که بوده ورزشکارا را حمایت کردیم و به خاطر رشتشان به خاطر به اصطلاح دستاوردشان اداره ورزش همیشه کوشاده بوده که بعد ما بتونیم که در تیم ملی در تیم‌های منتخب ولایات از جوانای بدخشان ما داشته باشیم. هدف از برگزاری مسابقات رشد ورزش سنوکر، رشد استعدادهای سنوکر و انتخاب چهره‌های برتر به تیم منتخب ولایت بدخشان می باشد. در این دوره رقابت‌ها 30 ورزشکار از 3 کلب مختلف اشتراک کردند. اشتراک کنندگان از راه اندازی این رقابت‌ها اظهار خرسندی نموده میگویند جوانان از استفاده مخدرات خودداری نمایند و به ورزش روی بیاورند. خوشبختانه که فدراسیون سنوکر تأسیس شده، ما شاهد نخستین دور مسابقات سنوکر در ولایت بدخشان هستیم و ما بسیار زیاد اظهار خرسندی میکنیم از آمریت تربیتی بدنی و ورزش ولایت بدخشان و همچنان از کسایی که در این برنامه را راه اندازی کردند. خوشحال هستیم که در این مسابقات اشتراک کردیم و این مسابقات به ما می‌آموزه که ما در مسابقات بیرون مرزی بتونیم که چهره‌های برتر را انتخاب کنیم و در اونجا بریم مسابقه بتونیم. خواست ما همیست که این برنامه را به خصوص سنوکر کلاب در بدخشان راه اندازی بکنن، بیشتر تقویت شود تا دوستا بتونن که بازی نو است در بدخشان بیشتر یاد بگیرن تا بتونن که بازیکنان خوبی برتر انتخاب شود و در سطح ولایت‌ها و مرکز بازی بکنن. سنوکر یک بازی حرفه‌ای و فکری است که نیاز به تمرین و مهارت دارد. این ورزش چندی پیش در بدخشان رسما افتتاح گردیده بود.